بالاخره که من به بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر اکبرخان هستم و در کنار خانم نکبخت. اگر بگوییم که 25 سال زندانی بود، چه مشکلات را دید، شما تصویرها قبلا هم در گزارش‌های مختلف در صفحات اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و غیره شما دیدین. ما وقتی که داخل شدم، همین لحظه که از نزدیک میبینمشان، احساسم قسمی است که من نمیفهمم اون احساس برای شما چه قسم بیان بکنم و شما چه قسم بگویم. یعنی یک معجزه است. 25 سال در یک جای باشی، روی هفته و نبینی، بیرون نبینی، لباس تبدیل نشه، نان در یک جای بخوری، در یک جای رفت ضرورت باشه، صدها مشکل دیگر. از اینکه گناهگار نشیم شکر که زنده هستند و این زنده ماندنش هم یک معجزه است. خانم نکبخت، حال خوب هستین؟ دست و پایتان حرکت داره؟ خوب. خب امی در دلت چی است؟ فعلا احساست چی است؟ میتونی برای ما بگویی؟ نه. آه؟ نه. خب گپ زدن نمیتونی؟ حال خوش هستی که در شفاخانه هستی؟ خوب. دستاش سخت میکنه؟ خب دستاش سخت میکنه. حالا خوش هستی که هستی؟ خوب. از خواست چی است از حکومت؟ ایره میتونی برای ما بگویی؟ تعریف خدیثه صداقه که تا نفهمیدم. تعریف خدیثه رو تاریخ کجا چه می حالا از بیادرت شکایت داری؟ نه. نداری؟ نه. چرا نداری؟ نه. 25 سال بالای خودت ظلم کردن، حالی هم شکایت نداری؟ بیرار ندارم. ها؟ بیرار ندارم. بیادر نداری؟ نه. خب تایی بیرار بیرار اداری آقا شوره بیرار ندارم. شکایت ندارم. نه برادر داری نه شکایت داری؟ ها؟ نه. خب این برادر که خیلی دم خانه تان زندگی میکرد 25 سال تو در خانه بودی، ای کی بود؟ این برادرت نبود؟ نه او تومر نشدی خدیثه تومر نشه میمد او هیچ برار چی نیه یعنی این تومت شده؟ بیتی را انجام خود تومر نشه این تومت شده؟ نه. یعنی همی کار برادرت کرده؟ نه. برادرت نکرده؟ نه. خب خیر باش یک دقیقه